ما چقدر بر امام زمان بودیم، چقدر دنبال رد پای امام زمان گشتیم. رد پای امام زمان مسیر ما رو چقدر روشن کرده. شبان روزی چقدر بر امامت اصلا تلاش کردی. شبان روزی چقدر بر امامت اصلا تلاش کردی. جمله بگم راحت‌تر، بر امام زمان تلاش بکنی بر خود خدا تلاش کردی. چون وجه خدا، شما با وجه خدا کار داری. وجه خدا رو هر کاری براش بکنی انگار برای خود خدا انجام دادی. آینه است امام زمان. تقدیم می‌کند. تو فیلم‌های این تاریخی نشون میداد حضرت یوسف پدرش یعقوب بود دیگه، درسته؟ میگه که چرا این همه سال براش گریه کردی؟ تو این فیلم نشون میداد، ولی دیالوگش خیلی قشنگ بود. میگفت چرا اینقدر به خاطر نبودن حضرت یوسف که چشمات از دسته، چرا اینقدر؟ مگه این بوته، اصطلاح منه ها، این بوته، من خودم اضافه می‌کنم. یه جمله خیلی قشنگه، میگه حضرت یوسف به یوسف یا یوزارسیف میگه آینه حق نماست. خدا رو میخوای ببینی، اینو ببین. از اون لحظه‌ای که خواب رو تعبیر کرد حضرت یوسف بر پدرش، سوالمو جواب بدید. آیه قرآن دیگه اینم هست دیگه. گفتش چی؟ 12 تا ستاره و ماه و خورشید سجده کردن بر کی؟ حضرت یوسف. این خوابه دیگه، تعبیر داره دیگه. ولی بحث اینجاست، خورشید کی بود؟ پدرش بود دیگه. حضرت پیامبر الهی حضرت یعقوب بود، درست؟ ایشون سجده کرده بر امام بعدی خودش، به خاطر همین ولایت داشت حضرت یوسف بر حضرت یعقوب. پس ناخودآگاه چی میشه؟ امامشو گم کرده، چشماشو از دست داده. نه اینکه حضرت یعقوب نمیدونه زنده است یا نه، زنده است، خبر داره، بالاخره پیامبر الهیه. اما از دیدن آینه حق نمایی که بر من ولایت پیدا کرده، حضرت یعقوب دارم میگم، من ندیدنش چشمامو از دست میدم. تا به امام زمانش هم میرسه چی میشه؟ چشماشو به دست میده. آیه قرآن بخون. ما نداشتن امام زمان باید بمیریم روزی 100 بار. عادی زندگی روزمره است.